پیغمبر خدا گفتند از خدا بترسین و آن مکانی که نامش حمام است به اونجا قدم نزنید. قال یا رسول الله انه یذهب الدرن و ینفع المریض. صحابه گفتند پیغمبر خدا حمام مکانی هست که چرک آدم دور میگردد و بیماری هایی که باشد از حساب حمام بیماری ها نابود میگردد. قال فمن دخل فلیستتر. پس مادام کدامی از شما میخواهد که حمام داخل شود بایستا که ستر عورت بجا بیارد. رسول اکرم در آخر گفتند از این خاطر وقتی شما حمام میدرائین، جوانای عزیز یا پدرهایی که حمام میروین، اولا حاجت به حمام نیست. الحمدلله امروز یک سرپوشه داریم یا یک پیچکه داریم که در همون یک کمی همون را بتسپانیم، آب گرم کنیم، در همون سر بدن خدا بشوییم. از اوی که ما و شما در یک جمعیت داخل می شویم که همه اگرچه تو سطر داری لیکن اون دیگرها سطر ندارند، به نظر کردن اونها، به داخل شدن مکان اونها تو هم گناهگار هستی. حضرت سلمان فارس از ما و شماست، میگوید 3 بار گفتن حضرت مردن و زنده شدن را به عهده دارم، لکن نظر کردن به عورت یک برادر را اختیار نمیکنه. 3 بار حضرت گفتند مردن و زنده شدن را به عهده دارم. این مردن خیلی کاری مشکل است، جان دادن خیلی کاری مشکل است، این را به عهده دارم، لکن به عورت یک برادر نظر کردن را من برای خود اختیار نمیکنم. من کان یؤمن بالله والیوم الاخر. ایران نسائی هم روایت کردن، ترمذی هم روایت کردن، حاکم هم روایت کردن. چی گفتن؟ کسی ایمان بر خدا و ایمان بر روز قیامت دارد، چی میگوید؟ فلا يدخل الحمام الا بمئزر. پیغمبر گفتند داخل نشود حمام را مگر با سطر عورت. و من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا يدخل حلیلته الحمام. کسی ایمان دارد، ایمانی بر روز قیامت دارد، ایمانی بر خدا دارد، با عیسی که اجازت ندهد که زنی او حمام رود، برای زنی وی هم داخل حمام شدند هم اجازت ندهد. فقط سطر عورت. این هم یک حالت اگر ناگوار برای شما باشد و اگر حمام هم اختیار میکنید، جاهای دارد تنها برای هر آدم، اونجا را برای خود اختیار کنید.